سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم در مورد کوئری های مرتبط با تشخیص نهایی در دیتاست میمیک صحبت کنیم. نحوه ثبت کدهای تشخیص نهایی با استفاده از سیستم کدگذاری ICD-9 هست. برای اینکه از طریق پایتون بتونیم به SQL وصل بشیم 3 تا روش داریم. یکی استفاده از SQL آلچمی، یکی دیتابیس استرینگ URL و یکی هم DB API2 که در این ویدیو میخوایم از SQL آلچمی استفاده کنیم. ابتدا میایم و این کتابخونه رو با استفاده از دستور پایپ اینستال نصبش میکنیم و بعدش میایم اینو ایمپورتش میکنیم در کدمون. برای اینکه بتونیم به SQL متصل بشیم نیاز داریم که یه انجینی در واقع ایجاد بکنیم که این انجین یه رشته ورودی میگیره که از طریق این رشته ورودی متوجه میشه که باید به دیتابیسی از نوع MS SQL وصل بشه. پارامترهای مرتبط با اتصال رو از جمله اسم دیتابیس و پسورد و این موارد رو از طریق عبارت پارامتر براش ارسال میکنیم که نحوهش رو دیدیم. بعد میتونیم بیایم کوئریمون رو از طریق تکست براش ارسال کنیم. مثلا اینجا ما یه کوئری تستی بهش دادیم select one as W و زمانی که خروجی بگیریم میتونیم با استفاده از دستور pd.dataframe بیایم و خروجی رو به صورت دیتا فریم تبدیل کنیم. الان اگه اجرا بکنیم یه دیتا فریم داریم با یک ستون به اسم W. حالا میایم و میخوایم مسئله اولمون رو حل کنیم. در مسئله اول یک شرطی گذاشتیم، میخوایم بیمارای مبتلا به فشار خون که بالای 30 سال هستند رو پیدا بکنیم. خب ما میدونیم که بیماری فشار خون با 3 تا کد 4010 4011 و 4019 در این دیتابیس ذخیره میشه. این مسئله اولمون هست و ما میدونیم که دنبال چه کد تشخیص میگردیم. برای حل این مسئله نیاز به جدول ادمیژن داریم و این جدول پیشنت رو نیاز داریم که تاریخ تولدات توشه و جدول دیاگنوستیس آندرلاین ICD رو داریم که تشخیص های بیمارا توی این جدول ذخیره شده. اگر ما نمیدونستیم که با این 3 تا کد مواجه هستیم باید این 3 تا کد رو پیدا میکردیم. یک جدولی داریم در دیتابیس میمیک با عنوان D آندرلاین ICD آندرلاین دیاگنوستیس که تعریف همه تشخیص های ICD-9 رو بر کاملش رو اینجا آورده، شامل کد، عنوان کوتاه و عنوان بلند. ما کاری که انجام میدیم این هست که میایم در عنوان بلند این تشخیصات دنبال عبارت اسنشیال هایپرتنشن میگردیم. خب ما این کوئریمون رو مینویسیم، کوئری که داره به دنبال این عبارت میگرده، به صورت یک رشته میدیمش به انجین آلچمی که ساختیمش و خروجی رو به صورت یک دیتا فریم ازش تحویل میگیریم. یعنی وقتی این کد رو اجرا بکنیم یک دیتا فریم داریم شامل رکوردایی که توشون عبارت هایپرتنشن بوده. خب میبینیم که الان 8 تا خروجی به ما میده، 8 تا رکورد خروجی به ما میده. حالا ما میایم مثلا با مشاور بالینمون صحبت میکنیم، کسی که اطلاعات بالینی داره و اون به ما میاد میگه که شما با این 3 تا کد باید کار کنید، 4010 4011 و 4019 و این 3 تا هم که دارن به بیماری فشار خون اشاره میکنن. خب در مرحله بعدی ما میخوایم بیایم و بیمارای بالای 30 سال رو پیدا بکنیم که این 3 تا کد تشخیص رو دارن و گفتیم که از 3 تا جدول 3 تا کد 4010 و 4011 و 4019 رو دارن. از اونجایی که این 3 تا کد با هم دیگه با 401 شروع شدن ما میتونیم از دستور لایک استفاده کنیم برای پیدا کردنشون. یعنی بگیم فیلد ICD-9 آندرلاین کد لایک بشه با عبارت 401 علامت درصد و برای اینکه اطمینان بیشتری داشته باشیم که کوئریمون درست داره عمل میکنه میتونیم از عملگر مجموعه این استفاده کنیم که این 3 تا کد رو بهش میدیم. خب این 3 تا کد میان تو جدول دیاگنوستیس ICD جستجو میشن. در عین حال ما اطلاعات مربوط به بالای 30 سال ها رو میخوایم که از ارتباط بین جدول پیشنت و جدول ادمیژن به دست اومده. سن اینها رو به دست میاریم، شرط میذاریم برای بالای 30 سال و بالای 30 سال هایی که کد تشخیصشون این 3 موردی باشه که الان اینجا در جدول ICD دیاگنوستیس آندرلاین ICD داریم دنبالشون میگردیم. خب کوئریمون رو که ساختیم میدیمش به انجین آلچمی و انجین آلچمی وقتی اینو اجرا بکنیم اگر به این صورت بنویسیم به یه خطا برمیخوریم. این خطا داره به این موضوع اشاره میکنه که کدهای تشخیص رو ما به صورت عددی برای کوئری فرستادیم در حالی که اینها در دیتابیس به صورت رشته‌ای ذخیره شدن. وقتی دور و برشون کوتیشن بذاریم به رشته تبدیل میشن. حالا دوباره اجرا میگیریم و اینجا به ما یه عدد میده. علتی هم که یه عدد میده که در خروجی سلکت ما یه کانت ازش خواستیم، کانت دیستینگ سابجکت آیدی که میگه 17910 تا بیمار داشتی و فشار خون بالای 30 سال. حالا میخوایم هیستوگرام این بیمارها رو بر اساس گروه‌های سنی مختلف رسم بکنیم. اینجا از همون جداول باید استفاده کنیم، یعنی جدول ادمیشن، پیشنت و دیاگنوستیس رو میخوایم، فقط نحوه نمایش یا نوشتن کوئریمون متفاوت میشه چون در خروجی ما حتما میخوایم که به گروه‌های سنی برسیم.
ما میایم از ساختار بسیار پرکاربرد ویت استفاده میکنیم که میاد برای ما یه کوئری رو با پرفورمنس بالا میاد ایجاد میکنه، یه اسمش میده و میتونیم در مراحل بعدی از این کوئری با ارجاع به اسمش استفاده کنیم. در مرحله اول میایم بیماران مبتلا به فشار خونمون رو میایم مشخص میکنیم که میایم سراغ جدول ICD Diagnosis Underline ICD با همون روش لایک خروجی میگیریم از اینها و در واقع این بیمارای فشار خونمونه در مرحله اول اصلا با جداول مرتبط دیگه جوینش نمی‌کنیم. کلا بیماران فشار خونی همشون رو می‌خوایم تا بیایم بر اساس گروه‌های سنی توزیعشون کنیم. خب بعد از این مرحله ما میایم و سراغ جدول دوممون که اینم با ویت بعدی می‌نویسیم. ویت بعدی میگه من میرم سراغ جدول پیشنت چون تاریخ تولدها اونجا هستن و بعد اینو جوینش میکنم با ویت قبلی که اسمش هایپرتنشن تیبل بوده و از اینجا ما یک سابجکت آیدی استخراج میکنیم و سن این بیمار رو سن بیمار رو هم از اتصال بین تاریخ پذیرش و تاریخ تولدش با استفاده از تابع دیت دید. حالا میایم از ویت دوم که بیایم بیرون میتونیم سلکتی رو بنویسیم که تعداد کل رو اول به ما میده. بعد میتونیم بیایم گروه سنی های مختلف رو تعریف کنیم. در هر گروه سنی بر اساس اون ایج که توی مرحله دوم ساختیم تعداد بیمارها رو بشناسیم. مثلا وقتی ایج ما بزرگتر از 0 و کوچکتر از 15 باشه میایم یه عنوان بهش میدیم تحت عنوان 0-15 و بعد بیمارایی که رکوردایی که میرسن و در این شرط صدق میکنن تعدادشون در این فیلدی که با این عنوان ساختیم نهایتا به ما خروجی میده. بعد بیمارای بالای 16 تا 20 سال به همین ترتیب گروه‌های سنی دیگر رو هم میسازیم، از هر کدومش کانت میگیریم تا برسیم به بالاترین گروه سنیمون که بالای 91 سال هست. اسم این گروه سنی هم گذاشتیم over 91. خب الان ما یه کوئری ساختیم، کوئری پیچیده‌ای هم بود، از 2 تا ساختار ویت تشکیل شده بود. این رو میدیم به انجین و خروجی ما به صورت یک رکورده. این رکورد تعداد فیلد داره، تعداد فیلداش زیاده. فیلد اولش داره به توتال اشاره میکنه، فیلدهای بعدی هم داره به تعداد بیمارایی که در هر گروه سنی شرطشون صدق کرده و توسط دستور کانت اون مرحله شمرده شده. خب حالا اینجا ما این کوئری هم که ساختیم، بعدش میریم توی که اینجا توضیحاتش هم این بود که مثلا سابجکت آیدی ها رو ما فرستادیم، یه بار دیگه مرورش بکنیم. بله حالا این مرحله ما این کوئری رو میخوایم آماده کنیم برای ویژوالیزیشن و ببریمش در واقع ازش یه نموداری رسم بکنیم. در مرحله اول هر نموداری نیاز به یک مجموعه لیبل داره. لیبل های ما دقیقاً عنواناش با عنوان فیلدامون یکی هستش و بعد توی مرحله بعدی ما نیاز داریم که یک لیستی از این داده ها ایجاد بکنیم که این داده هایی که داخل این دیتا فریم بودن رو میدیم به یک لیستی که الان این لیست رو مشاهده میکنیم به این صورت هست و توی مرحله بعدی برای رسم بار چارت نیاز داریم به یک سریز. میایم و از این لیست دادمون یک سریز ایجاد میکنیم با استفاده از دستور pd.concat. یک سری از داده ها ایجاد میکنیم. حالا دیگه ملزومات ما برای ساختن یک بار چارت کافیه و به کفایت میکنه. لیبل ها عنوان میلا هستن و کانس مقادیرش هستن و این قسمت هم که مربوط به ویژگی های ظاهری نمودارمونه با دستور تایت لایاوت میتونیم بیایم و نمودارمون رو رسمش بکنیم. در این قسمت ما یک هیستوگرام داریم از در واقع وضعیت تعداد بیمارانی که فشار خون داشتن و اینجا به ما وضعیت بیماران رو از این نظر نشون میده. یکی دیگه از کوئری هایی که پرکاربرد هست کوئری مربوط به رایج‌ترین کدهای ICD 9 هست که در بیمارستان بستری شدن. کوئری مهمی هم هست. خب ما برای اینکه این در واقع کوئری هم داشته باشیم به جدول های دیاگنوستیس آندرلاین ICD، جدول D آندرلاین ICD دیاگنوستیس که توصیف کدها هست توش، بعدش جدول در واقع توی این جدول دوم ما عبارت‌های کوتاه و بلند مربوط به تشخیص ها رو داریم و همینطور برای اینکه در واقع سن افراد رو یا در واقع بخوایم ببینیم که این افراد توی کدوم بخش ذخیره شدن یعنی اطلاعاتشون رفته، از جدول ICU stay، ادمیژن و پیشنت هم داریم استفاده میکنیم. یک ویژگی مهمی که این کوئری داره این هست که برای یک بیمار تعداد بیشتر از یکی همیشه تشخیص نهایی ثبت میشه، ولی اون تشخیص نهایی اولیه از همه مهمتره. شماره تشخیص نهایی ها بر اساس یک فیلدی به اسم سکونس نامبر ثبت میشه. سکونس نامبر یک تشخیص اولین تشخیص نهایی و از همه مهمتره. ما توی این کوئری داریم با این
شماره کار میکنیم، با این فیلد کار میکنیم. بنابراین توی شرطمون سکونس نامبر رو مساوی 1 قرار میده و شرط دیگه‌مون هم برای بیماران بالغ برای ایج بالاتر از 16 هست که بر اساس زمان پذیرش و تاریخ تولد. خب ما جدول پیشنت رو داریم، جدول ادمیشن رو داریم و جدول ICU استی که از ترکیب این سه تا میرسیم به فیلدهای تاریخ تولد و زمان ورود بیمار به بخش که بر اساس اینها میایم و شرط میذاریم. شرط دیف که برای بالاتر از 16 سال باشه. اینو تو ویدیوهای اولام خیلی توضیح دادیم. بعد میایم روی سراغ تشخیصاشون، میایم سراغ جدول دیاگنوستیس آندرلاین ICD. این جدول از طریق کد پذیرش با جدول‌های دیگه مرتبط میشه. کدهای پذیرش رو از این جدول به دست میاریم و بعد از طریق ICD دی آندرلاین ICD دیاگنوستیس، یعنی این جدول توصیفگر، میرسیم از اون کدها از این کد تشخیص میرسیم به توصیف تشخیص که این رو با در واقع عنوان کوتاه یا با عنوان بلند تشخیص میتونیم ببینیمش. فقط ما همه تشخیص ها رو نمیخوایم، اولین تشخیص رو برای هر بیمار میخوایم. یعنی مثلا اگر برای بیمار 101 2 تا تشخیص ثبت شده باشه فقط اولی میاد بیرون، برای بیمار 102 دوباره فقط اولین تشخیصش میاد بیرون. خب کوئریمون رو که نوشتیم میدیمش به انجین آلچمی و اجراش میکنیم و بعد از اینکه اجراش کردیم حالا به صورت یک خروجی دیتا فریم تحت عنوان کوئری آوتپوت دریافتش میکنیم. حالا برای اینکه ببینیمش این چطوریه، ما اینجا که اینو اجرا بگیریم ازش و یه بار صبر کنید. اینجا من اگه از اجرا بگیرم به تعداد هر بیمار، یعنی به ازای هر HADM underline ID، یعنی هر بار پذیرش من یک کد تشخیص دارم و یه عنوان کوتاه. حالا عنوان کوتاه یه مقدار اختصاریه و برای مثلا کسایی که بالینی نباشن سخت‌تر فهمیدنش. خب نه واقعا مشکله. برای همین عنوان بلند رو میذاریم که حالا برای کسایی که رشتهشون غیر بالینیه یه مقداری فهمیدنش راحت‌تر باشه. حالا یه سری کلمه‌ها رو بهتر می‌فهمیم، مثلا کلمه‌های کورنری یا پالموناری، اینا به بیماری قلبی یا ریوی داره اشاره میکنه. اوکی. ما تعداد 52669 تا رکورد داریم که به تعداد HADM underline ID ها هست و برای هر کدومشون هم یه تشخیص. خب حالا ما اینجا دستور خیلی خوبی داریم. اول از همه میایم دراپ دوپلیکیت میزنیم روی HADM underline ID ها و بعد از اینکه این دیتا ست کوچیکمون آماده شد میایم روی کد ICD در واقع 9 underline کد روی این فیل یه دستوری با عنوان value counts رو اجرا میکنیم. دستور value counts 2 تا کار مهم انجام میده. میاد به ازای تک تک مقادیری که روش اجرا شده، یعنی رو تشخیص ها، هم تعداد رو میشماره و هم سورت شده به ما تحویل میده. مثلا کد 41401 3496 بار اجرا شده و در رتبه شماره 1 هم قرار داره. بعد به ترتیب همینجور میاد پایین، یه سه نقطه میبینیم و اومده در انتها کمترین مقادیر رو به ما نشون داده. میگه 2592 تا تشخیص داری که تعداد تکرار هر کدومشون هم به همین صورته. حالا همون دستور ولیو کانتس رو ما اگر بیاریم در صورت کسر بذاریم و تمام این موارد رو تقسیم کنیم به تعداد تکرار در واقع این رکورد ها که اون تعداد در واقع رکورد هایی هست که تو دیتا ست اولیه بوده، به ما درصد میده. وقتی ازش هد میگیریم فقط 5 تا اول رو برای ما درصدش رو حساب میکنه که با عبارت ضرب درصد به یه درصدی میرسیم. اوکی. حالا اینجا اگر یه اجرا بگیریم ازش به این صورت، یعنی مثلا برای بیشترین تشخیصی که رایج تر از همه بوده، بیشترین دیده شدن رو داشته 41401، ما 7% مشاهده داریم، یعنی 7% تشخیص های ثبت شده تو بیمارستانمون به این بیماری مربوط میشن و به همین ترتیب. حالا برای اینکه من اینجا دیگه عنوان رو ندارم دیگه، حالا برای اینکه عنوان ها رو به دست بیارم میتونم از ایندکس ولیو اینها استفاده کنم. این ایندکس ولیو میگه که منو برمیگردونه به اون دیتا ست اولیه، میگه هر کدوم از این مقادیر یک ایندکسی داشتن، یک جایگاهی داشتن تو دیتا ست اولیه. حالا برو سراغ اون جایگاهه و اون ایندکس رو به دست بیار، بر اساس اون ایندکس بیا و در واقع عبارت مربوط به بقیه رشته های یعنی بقیه فیلد ها رو هم برای اون موضوع، برای اون ایندکس نشون بده که جزء بقیه فیلد ها ما لانگ تایتل رو هم داشتیم. به این ترتیب ما تونستیم که کوئری بنویسیم که رایج ترین تشخیص ها رو به ما بده.